دوستان عزیز، خب دوستان اومدیم آموزش نصب فایل هدشات. ببینید دوستان این فایل، خب شما روی این 3 نقطه میزنید. خب دانلود ها، ذخیره در دانلود ها رو میزنید. تموم ذخیره شد. می بیرون زارشیور میرید وایسا. خب وارد زارشیور میشید دوستان. ببینید این پوشه، شماره میزنم این پوشه. ببینید هدشات تگ اینجا اومده و روش یه بار میزنید. استخراج اینو میزنید، استخراج خالی، بعد میزنید روی اینجا گوشیتو میزنید، حافظه تلفن اینا میبرید اینجا که دم دستتون باشه. خب ببینید اینجا من میذارم، خب شما من اینجا بذارید، حالا هر جای دوست داشتید. خب رمز میخواد ازتون 12. ببینید مشکل بر نخواد، رمز میدید، تایید میزنید، تموم. میایید بیرون، وارد فایل منیجر میشید. از این قسمت ببینید 2 قسمته، این شما پیدا میکنید گوشه چی بهش میگه اندروید، میزنید روش. ببینید هدشات تگ اینجا هست، شما دیتا رو میزنید. ببینید دیتا اینجا میرید بالا، پوشه پابجی موبایل رو پیدا میکنید، روش میزنید. ببینید دوستان این 2 تا پوشه. بعد از این قسمت همون اندروید رو میزنید. کجا رفت؟ همون اندروید میزنید دوستان. این هدشات تگی که اونجا استخراج کردین اینه، ببینید روش میزنید 3 فایل. خب 3 فایل اول رو میزنید. ببینید به این فایل کار نداره، به این بالایی که شبیه اینه، یعنی مثل اینه. اینو محکم میگیرید، کپی، تایید، تیکشو میزنید. خب میرید وارد گیم میشید. DNS تون روشن میکنه، DNS فیلتر هرچی که با هرچی که میرفتین داخل گیم. من روشنش کنم آقا. اونو که زدین برید داخل گیم. حالا من ویدیو رو کوتاه میکنم به قول کوتاه که ویدیو زیاد طولانی نشه. خب آقا نزدیک لابی برسیم. خب ببینید دوستان روی 32 بیت هیچ بندی نداره، سیفه، یعنی من خودم رو اکانت تصمیم میزنم روی 64 بیت تست کنید آقا. ببینید این تیکو میزنید. خب کاراکتر رو میچرخونید و میایید از این کنار، دوباره وارد فایل منیجر میشید. ببینید اینو میزنید، میایید بیرون، لابی، فایل لابی رو میزنید. این فایلی که شبیه اینه، ببینید شبیه اینه، شما اینو محکم میگیرید، کپی میزنید، تایید کشم میزنید، تمام. سریع فقط وارد گیم میشید. من کجا رفتم؟ حالا من میرم تمرین، الان دیگه فعاله. خب نتم گایده. چه نتیه بابا، من نتم رو درست کنم بچه ها. خب درست شد آقا. میرید وارد هر مچی که رفتید فرقی نمیکنه، ارنگل روم فقط سریع بزنید و بگیرید، برید داخل گیم. حالا میریم مپ تمرین تست کنیم. خب اینجا ببینید دوستان من از اینجا میزنم، حالا شما میرفتین بیرون. خب ببینید میایید بیرون، فایل ضد کرش، به خاطر اینه که بهتون کرش نده روش میزنید. این فایل که شبیه اینه، اینو کپی میکنید، محکم میگیرید، همینجا باید سریع بزنید. هر مچی که بود هم رفتیم داخل بازی، اینجوری شد بازیتون اوکی شد، تیکش هم میزنید آقا سریع فقط، تمام دیگه کرش نمیده. اینو پاکش میکنید و دیگه بهتون کرش نمیده. هر مچی که میرفتین آقا باید این کارو بکنید. کسایی که میگه فعال میشه همون دیگه دوستان عزیز. مچ بعدی هم خواستین بریم، نمیخواد دیگه فایل اول بازی بزنید، فقط لابی که رسیدین میرید بیرون، مثلا میرید داخل گوشه میشید، ببینید لابی رو میزنید، مثل دفعه پیش کشم میزنید. حالا میرید داخل روم به حساب TDM. وقتی رفتید بازیتون اومد ذکرش میزدید، این فقط به خاطر اینکه شما رو نندازه از بازی بیرون. تمام. اینم از آموزش. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.